سلام به عشق داداش، امیدوارم هر جلسه حالتون خوب باشه. دوستان داخل ویدیو قبل یعنی من آپلود کرده بودم از یه زاویه فیلم برداری کردم که چجوری موونت هم المی رو چجوری زدم اینا و دوست از بچه خوششون اومد گفت آقا آموزشیشو بذار باش. آقا الان داخل این ویدیو بهتون میگم چیکار کنین. اول از همه بچه‌ها لایک و سابو بکوبید تا یکی شدن و هیچی نمونده. عشق منین. بریم سراغ آموزش. آقا این سه نقطه سمت راست رو میزنیم، بعد پرایوت یا پرایوت حالا هرچی هست پرایوت که کاستوم میزنین. حالا که کاستوم زدین میرین تو اسپکت میشینین، دوباره این سه نقطه سمت راست رو میزنین، دوباره میرین داخل مچ روم. حالا که رفتین داخل مچ روم، حالا که داخل لابی خودتون رفتین، حالا مچ استارت میکنین. حالا آلکاتراز است، ایزولیتد است، چه میدونم کرای است، استارت میکنیم. بعد مچتون حالا که تمام شد میخوایم برین دوباره ببینین چیکار کردیم. دوباره اومدین بخش لابی، دوباره اینو میذارین داخل کاستومتون، میین دوباره داخل اسپکت. حتما باید تو اسپکت بشینین. اینجا بشینین برین اینجا ریکورد نمیشه، فکر میکنین که آقا جواب نمیده، نه باید برین تو اسپکت بشینین. اینجا مچ ستینگ رو بزنین، اینجا نوشته ریکورد رو بزنین. الان من قبلا ریکورد کردم اینا، بازیاتون ریکورد میشه. بعد نباید سریع بزنین کانفریم، اول باید روی این بازی که اون مچی که بازی کردین بزنین زرد بشه، بعد حالا کانفریم رو بزنین. بعد حالا از هر زاویه دلتون خواست میتونین از مچتون به اصطلاح فیلم بگیرین. عشقای منین، تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.